بنا نبود بنزین گرون شه ها، بنا بود ماشین خارجی با 104 لیتر وارد بشه. یواشکی دیروزها خودتون خرید، خودتون نمیفهمید، خودتون احمقید. مردم ایران کیزن، مردم ایران دانا هستن. یه قولایی میدید یواشکی دیروز جلسه کردید بالای فلان لیترشو میدین 5000 تومان و حضرت عباس میترسید اگر نمیکردید 50000 تومان، چون با 2000 تومان هم جیب شما پر نمیشه. 550,000 میلیاردش تو بانک آینده کجا رفت؟ چرا انصاری دستگیر نمیشه؟ چرا باش برخورد نمیکنید؟ چرا یه دختر اگر لج کنه با من آخون رو سرشو برداره 12 سال میره زندان، اما انصاری بانک آینده داره یل میخوره و ول میخوره در دنیا؟ به چه دلیلی؟ به چه دلیلی دزد 175,000 میلیاردی چای دف وزراش 1 سال حبس گرفتن؟ دا آزیتا خانم تو ونک تهران و میدون ونک رو سرش یه آن برداشت، همین قاضی به آزیتا 12 سال حبس داد و به اون وزیر بی کفایت 1 سال حبس داد. 1 سال هم معلوم نیست کجاها. یه دزدی داشتیم امسال میگفتن تو زندانه و دادگاهشو میگیریم و با خواهرش و با خانومش و خانومش قاضی و باباش آخونده ها. همه کیفرخواست صادر نشده، پرونده در تحقیقه، باید تو زندان باشه. هفته گذشته گفتم تو خونه‌شون سکته کرده مرده، مگر اینکه سجن خونه‌شون باشه. سجن یعنی زندان، زندان خونه‌شون.